همه هموطنای با مرام و ایرونیای با غیرت. سلام به اونایی که میخوان تو نیویورک کولاک کنن. دم همگی گرم، غم همگی کم. لابد میپرسید آخه این موشکاف تو نیویورک چی کار میکنه؟ عرض میکنم خدمتتون عزیزان بنده، هر جا دم آخوندا باشه اونجا حاضر میشم و اون دم لعنتی رو لگد میکنم. الانم تا شنیدم دم کوسه تو نیویورک پیدا شده اومدم قیچیش کنم. قربون همگی برم من. روحانی جنایت میشه، محاکمت در پیشه. روحانی جنایت میشه، محاکمت در پیشه. روحانی جنایت میشه، محاکمت در پیشه. دوستان یه شعار کوتاه و موشکافانه تقدیمتون میکنم که دلم میخواد توی آسمون نیویورک همه این شعار رو بشنون. آمنه ای باطله، کل نظام باطله. آمنه ای باطله، کل نظام باطله. آمنه ای باطله، کل نظام باطله. ماشاءالله، ای بلا. میخوایم کاری کنیم که هم برق از سفاز شیخ فری تو این یارو ساختمون سازمان ملل بپره، هم نشگی مماشاتچیای کار کشته از سرشون بپره، هم چرت سیدعلی مثل نظامش جر و باجر بشه. آقا وقتی شیخ فری همچی دست پاچه نعلیناشو زده بود زیر بغلشو داشت میومد نیویورک، اون یارو کرگردن نظام گلپایگانی که رئیس دفتر سیدعلیه حسنکو گرفت تو بغلشو یه چیزایی تو گوشش گفت. بندم موشکافی کردم آخرین جملات سیدعلی رو در آوردم. گوش کنین. ببین شیخ حسن، یه قطره زر بیشتر نشه ها، با همون سر و ته تحریما رو هم بیار. حالا یه ماچم از اون کله پوکت بده. قربون حسنم برم من. البته این آخرین پیغام پسقامای سیدعلی بود. قبلشم شیخ فری یه سری به بیت خامنه زد و آخرین قرارمدارا رو گذاشت. سیدعلی ننه مرده فکر میکنه با یه قطره زهر میتونه از مهلکه جون به در ببره. خبر نداره که تو این اوضاع یه قطرم واسه هوا کردن لنگای عظما کافیه. حالا این شما و این آخرین درد دلای سیدعلی با شیخ فری. قربکی نخند عزیزم، میدونم اومدی بازی، نمیخوام این آخرین بازی زندگیم به بازی. خودتو راحت کن، فکر کن که جبران گذشته است، از منم میگذره اما به دلت چاله نسازی. اومدی بشکنی بشکن، از من ساده چی مونده؟ قبل تو هر کی بوده تموم تار و پود سوزونده. تو هم از یکی دیگه سوختی، میخوایی تلافی باشه. بیا این تو با دل و باقی احساسی که مونده. دل ما اونقدر پارست، موندنش مرگ دوباره است. آسمون سینه ما
خیلی وقت بی ستاره است، همینی که باقی مونده واسه دل خوشی تا بشکن، تیکه تیکه هامو بردن آخرینشم تو بکن. موشکار